به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و شیرین شروع می‌کنیم. نام کتاب چشم سوم هستش. مترجم جلال موسوی نسب هست و این کتاب بسیار زیباست که در مورد یوگاهای جسم، فکر و روان صحبت میکنه و بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید، با ترجمه آقای موسوی نسب و این کتاب رو بخونید. لطفاً با من همراه باشید تا با هم این کتاب زیبا رو کشفش کنیم و ورق بزنیم. فصل اول. در متون کتاب تانتریک درباره چاکراها مطالب بسیار زیادی نوشته شده و توضیحات و تکنیک‌هایی برای بیدار کردن آنها ارائه گردیده است. عبارات زیر از متن قدیمی شاد چاکرا نیرو یانا توصیف 6 چاکرا است که به صورت بسیار زیبا و واضح آجنا چاکرا را تعریف کرده است. نیلوفر آجنا نور سفید سرد ساطع می کند. از دو گلبرگ آن حروف هام و کشام تشعشع می نماید که در نتیجه عمیق‌ترین مدیتیشن و مراقبه حاصل می شود. در درون آن شاکتی هاکنی با 6 صورت شبیه به ماه است. او 6 بازو دارد، 2 تصویر آزادی از ترس و بخشنده برکت، یکی نگهدارنده کتاب، یکی جمجمه، یکی ظرف، یکی جا، پامالا، تسبیح ذکر بهش میگن. ذهن او خالص است. چشم سوم. ماده ظریف شیوا لینگام آگاهی درون نیلوفر چیتا قرار دارد. در مرکز مثلث لینگام و یونی با خطوط نور درخشان تجسم می‌یابد. در اینجا اسم را که روشنی بخش چیتری نادی میتوان درک کرد. سادا هاک می‌یابد. با ثبات قلب بر روی اینها تمرکز کند. بهترین ساداها که به طور مداوم بر روی این نیلوفر تمرکز می کند، سریعاً می تواند در درون کالبد شخص دیگری نفوذ نماید و به کمال تفکر و علم مطلق دست یابد. او در متون کتب الهی مهارت می یابد که برای همه مفید واقع شود. به وحدت خلقت بینا می شود و قابلیت‌های روحی را کسب می کند. او می تواند هم نگهدارنده و هم نابود کننده باشد. مثلث وسط چاکرا ترکیبی از حروف تشکیل دهنده پرانایام می باشد. این آتما بودهی است و مانند شعله‌ای تشعشع می کند. در بالای آن هلال ماه قرار دارد و در بالای آن هلال صدای اسم نادا که سفیدتر از ماه می باشد. مراقب با استقرار در درون نیلوفر از بیرون منقطع می شود، مانند کسی که بدون اتصال به جایی آویزان باشد. این روش با خدمت کردن به پارامگرو آموخته می شود. وقتی مراقب درام حل می شود، او شهاب‌های زیبایی را بالای مثلث مشاهده می کند. سپس او نوری شبیه یک لامپ قوی روشن مانند درخشش نور خورشید صبحگاهی می‌بیند. درخششی ما بین مولادهارا و ساها سرارا که در برگیرنده تمام هستی. این نیروی عظیم را خالق هستی از خود آشکار می‌کند. او دائم ناظر و واقف به همه چیز است. در ناحیه گرمای ماه و خورشید سکونت دارد. اینجا اقامتگاه ویشنوی مقدس است. یوگی کامل در لحظه مرگ پرانا را در این مکان قرار می دهد و پس از مرگ وارد سعادت و لذت پریم والدوا یا خلق کننده و نگهدارنده و منهدم کننده و یوروشا که آگاهی مافوق می شود که در وداها به آن اشاره شده است. جنبه‌های روانی و فیزیولوژیکی. معروفترین این 6 چاکرا در بدن انسان آجنا چاکراست.
زیرا مشخصترین نقطه آگاهی است. مکان آن در مرکز بین دو ابرو می باشد و مرکز ظریف هوشیاری در بدن انسان است که به وسیله پزشکان کشف نشده و چاقوی جراحان کالبد شکاف آن را لمس نکرده است و به این دلیل امکان وجودی آن مورد تردید قرار گرفته و شکاکین وجودش را انکار نمودند. برای هر مرکز هوشیاری در بدن یک معادل آشکارساز وجود دارد. معادل فیزیکی آجنا چاکرا در بدن غده کاجی یا پینئال است که پژوهشگران و پزشکان نتوانستند کار و فعالیت دقیق آن را دریابند. بیش از 2000 سال است که غده کاجی یا پینئال از دیدگاه فلسفی مورد توجه بسیار قرار دارد. در حال حاضر در عصر درخشان کشفیات پزشکی روشن شده که این غده نقش اساسی را در امور روانی بشر به عهده دارد و در تمام ارگان‌های بدن هیچ ارگان دیگری به اندازه غده کاجی یا پینئال در مسیر تکاملی تغییرات و توسعه قرار نداشته است. تحقیقاتی که بر روی فسیل‌های ما قبل تاریخ به عمل آمده مشخص کرده است که چشم سوم فیزیکی به نور و تاریکی بسیار حساس بوده است. در نمونه‌های زیادی از جانوران خزنده و ذوحیاتین، مهره‌داران قدیمی، حتی در حیوانات پست‌تر فعلی مانند وزغ مشاهده شده که غده کاجی یا پینئال به نور حساسیت دارد. در مسیر تکاملی خزندگان به پرندگان و حیوانات و در نهایت به انسان، سلول‌های حساس هشگانه غده کاجی به وسیله سلول‌هایی با قابلیت‌های بیشتر و پیچیده‌تری سلول عامل تجزیه و ترکیب شیمیایی به کمک نور جابجا شدند. در مهره‌داران بزرگتر مانند انسان، سلول‌های دریافت کننده نور در غده کاجی باقی نمانده است. در پستانداران غده کاجی مخفی شده را میتوان در مرکز مغز پیدا کرد که شکل ساختمانی آن به میوه کاج سفید شباهت دارد. این غده در انسان به ابعادی حدود 1/4 اینچ طول و به وزن 1/100 میلی گرم می باشد و تنها ارگانی است که زوج ندارد. پس از بلوغ غده سفت و کلسیفیه می شود و تغییری در کارش به وجود نمی آید. پژوهشگران اخیراً دریافتند که وجود غده توموری در اطراف غده کاجی در نوجوانان موجب رشد زودرس غده تناسلی آنان می شود. این گونه افراد بیمار مبتلا به تومور غده کاجی تغییر یا تعویض در خصوصیات موی زهار یا زهار را مشاهده می نمایند. زیرا تومورهای اطراف غده کاجی مانع فعالیت آن می شود. وقتی که خود غده به تنهایی توموری شود، فعالیت بیش از اندازه آن باعث عقب افتادن رشد موی زهار می گردد. ج. اکسلور، فیزیولوژیست معروف جهانی، در آزمایشگاه مشاهده کرد که غده کاجی یا پینئال یک ساعت بیولوژیکی است و با بکارگیری انرژی عصبی روزانه غدد مترشحه را به طور منظم تحریک می کند. تحریک عصبی غده کاجی یا پینئال و فعالیت آن به وسیله نور صورت می گیرد. مضافاً او کشف کرد که غده کاجی هورمونی به نام ملاتونین تولید می نماید که توسط هیچ یک از ارگان‌های فیزیکی دیگر بدن تولید نمی شود. بعدها مشخص کرد که ملاتونین اندازه تخمدانها را در خانم‌ها کم کرده و باعث طولانی شدن دوره ماهانه می گردد. همچنین غده کاجی یا پینئال به مغز مرتبط نیست بلکه به سیستم عصبی سمپاتیک مربوط می شود. در تاریکی غده کاجی فقط ملاتونین ترشح می کند. پس از 6 ساعت تداوم تاریکی اندازه غده کاجی افزایش می یابد و برای تولید ملاتونین فعال می شود و با برگشت نور تولید ملاتونین متوقف می گردد. این عمل شبیه به کار غده پیتواری است که هورمون AETH را
ترشح کرده و غده فوق کلیوی را مابین ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فعال می کند. امروز غده کاجی را به عنوان غده‌ای که به نور حساس است و عمل آن با نور متوقف می شود می شناسند. این غده با دریافت روشنایی و تاریکی از طریق چشم‌ها بر روی سیستم اعصاب سمپاتیک مؤثر بوده و باعث فعال یا غیر فعال شدن غده کاجی می‌گردد. علاوه بر این غده کاجی در حالت روشنایی هورمون دیگری به نام اسکروتونین تولید می‌کند که در وضعیت نور ثابت موجب توقف ملاتونین می‌شود و به طور ثابت و دائم مقادیر زیادی اسکروتونین ترشح می‌نماید که مقدار آن بستگی به نسبت نور و تاریکی دارد. بدین معنا که مقدار آن در روز به حد اکثر و در شب به حداقل حتی در تمام طول تاریکی میرسد. در یک آزمایش از پیش مشخص شده با خارج کردن چشمان موش و تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک او این اثر ملاحظه شده که اگر موش را در تاریکی ثابت قرار دهیم ریتم تولید اسکروتونین روزانه تحت شرایط تاریکی به طور عادی ادامه می‌یابد. شکل روزانه نور نقش مهمی در دوره‌های غددی حیوانات پست‌تر بازی می‌کند. افزایش نور خورشید در فصل بهار باعث فشار بر روی بیضه‌ها شده و رشد و سیکل تولید مثل انواع پرندگان و پستاندارانی را که تولید مثل سالانه دارد زیاد می‌نماید. گردش روز و شب باعث تنظیم انواع ریتم‌های روزانه در پستانداران است. به خصوص تراوش ماده جنینی استروئید آدرنال فوق کلیوی که شامل این سیکل می‌گردد. در فلسفه یوگا تئوری ماه و خورشید در این ارتباط مطرح می‌شود قرار دارد. چاکرای آجنا مرکز ماه است و چاکرای مانیپورا مرکز خورشید. این چاکراها به ترتیب و در ارتباط با غده فیزیکی کاجی یا پینال و فوق کلیوی هستند. عده زیادی از کسانی که تمرینات مدیتیشن را انجام می‌دهند می‌گویند که غده کاجی یا پینال و سیستم عصبی بالاتر خود را به هم اتصال دادند و پس از یک دوره طولانی انجام مدیتیشنی فعالیت اساسی آنها تغییر یافته است. پژوهشگران اخیراً بررسی‌های دقیق علمی را بر روی ارتعاشات مغزی انجام دادند و دریافتند که در حالت آگاهی عادی افراد امواج الکتریکی ساطع می‌کنند که به نام امواج بتا معروف شده است و این امواج به وسیله کورتکس سریروم مغز که مشخصه آن کوچک و سریع است تولید می‌شود. وقتی که شخصی با چشم بسته و آگاهانه برای تمرینات اولیه یوگا در وضعیت وانهادگی قرار می‌گیرد به آنچه که در ذهن اتفاق می‌افتد آگاه است. مثل انجام تمرین جاپا و آنترامونا، بیان ذکر یا سکوت ذهن بهش میگن. این تمرین بلافاصله فرکانس امواج مغز را تغییر می‌دهد و به آرامی آن را بلندتر می‌کند. این امواج آلفا نامیده شده که موجودیت و کیفیت آن را در شروع تمرینات و پیشرفت وانهادگی و مدیتیشن ملاحظه خواهید کرد. یوگی ها، روحانیون، زن، بودیست ها و دیگر کسانی که تجربه زیاد در مدیتیشن و مراقبه دارند از طریق تمرین و ادامه آن حتی قادرند از این سطح بالاتر بروند و به امواج مغزی با فرکانس های کوتاه‌تری به نام تتا برسند. جالب توجه است که این نوع امواج در افراد مبتلا به غش یا بیماری سر وقتی که آنها در حالت غش بزرگ هستند یافت می شود. این امر بدین صورت قابل توجیه است که مبتلایان به سر در ابتدا کنترل سیستم عصبی پستر خود را به کار می گیرند. لذا سطوح بالای مغز کاملا به حالت وانهادگی در می آید و این همان حالتی است که در مدیتیشن عمیق اتفاق می افتد. حالت مدیتیشن تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را که توسط دستگاه EEG که موج‌نگار مغز هستش مرحله به مرحله اندازه‌گیری می شود به وجود می آورد.
از آن جمله ایجاد امواج آلفا است که باعث ضربان قلب و در نتیجه نیازمندی بدن به اکسیژن و دفع CO2 را تقلیل می‌دهد. با کند شدن متابولیسم در سیستم اعصاب سمپاتیک وانهادگی به وجود می‌آید. لاکتات خون به شدت پایین می‌آید و این یکی از خصوصیاتی است که در افراد مبتلا به تنش‌های عصبی مشاهده می‌شود. در مدیتیشن در حالی که مغز امواج آلفا ساطع می‌کند، یک فرایند مخالف مکانیزم تراوش آدرنالین در سیستم ایجاد می‌شود و بدین سبب بدن قادر است در حالت تنش کمتری فعالیت نماید. گروه دیگری از پژوهشگران پدیده‌های روانی بر روی انسان به خصوص در رابطه قوه مدرکه یا همون فکر می‌کنم قوه تخیله و فعالیت موج آلفا مطالعاتی انجام دادند. آزمایش توسط تعدادی از افراد که میبایستی حدس بزنند چه کارتی در درون جعبه قرار دارد به عمل آمد. پژوهشگران با توجه به تست‌های آماری دریافتند که موج آلفای افرادی که با چشمان بسته بر روی اشیا تمرکز می‌کنند افزایش می‌یابد و به نسبت افزایش تولید امواج آلفا قادر به تشخیص کارت‌های موجود در جعبه هستند. وقتی سطح امواج آلفا کاهش می‌یافت که معمولاً افراد عادی دارای این حالت هستند و یا چشم‌های افراد تحت آزمایش باز می‌شد، آنها بر حسب تصادف حدس می‌زدند. موضوع آزمایش حالتی از ذهن را که فعالیت آلفا کنترل کننده است معین می‌کند. آزمایش شوندگان بر این نظر بودند زمانی که ذهن آنها از اطرافشان خالی بود و از اطرافشان جدا بودند احساس لذت می‌کردند، اما وقتی اتفاقی می‌افتاد که ناچار بودند چشمشان را باز کنند احساس می‌کردند که اشیا با آنها غیر پیوسته‌اند. یوگی‌ها این حالت را پراتیهارا یا جدایی احساس می‌نامند. حالتی که تحت این شرایط قدرت‌های روانی را نشان می‌دهد رابطه با قدرت‌های مشخصی که آجنا چاکرا یا چشم روحانی اشیا را در فواصل دور دیدن بیدار می‌کند دارد. نوشداروی درمان بیشتر بیماری‌های زندگی مدرن امروز ایجاد موج آلفاست که حافظ سلامت بدن است و ذهن را در شرایط آرامش نگه می‌دارد و از ورود انواع نابهنجاری و واکنش به بدن جلوگیری به عمل می‌آورد. خب دوستان عزیزم، با توجه به اینکه اصطلاحات این کتاب بسیار سخت هستش و حتما باید کتاب رو بگیرین دستتون و خودتون کلمه به کلمه بخونین تا متوجه بشین. من دیگه بیشتر از این کتاب رو برای شما نمیخونم، ولی حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه کنید. در زمینه چاکراها و قدرت درونریز بدن بسیار به شما کمک میکنه. حتما ترجمه آقای موسوی نسب رو تهیه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.